در رابطه با موضوع نماز جمعه هست و آیا حضور در نماز جمعه که جلسه علما داشتن، بسیاری از علماء بزرگوار که نظر اونها هم بسیار به هر حال ارزشمند است، امکان داره با این نظر مخالف باشند. در طول تاریخ نظرات موافق و مخالفی ما داشتیم و خواهیم داشت. این طبیعیه. الله عزوجل به هر کسی یه برداشتی داده از علم، به هر کسی یک برداشتی داده از فقه، اما اون چیزی که باعث تأسف است، باعث تأثر هست و باعث نگرانی هست، بسیاری از عموم مردم، از جوانان که آگاهی ندارند از مسائل، علما را راحت متهم می کنند و علما را مارک می زنند و علما را می گویند که اینها ترسیدند از فلان موضوع و از فلان مسئله. عزیزان، شما باید این نکته را بدانید، این را دیانتا خدمت شما عرض می کنم که اون دسته از علمایی که فتوا دادند که لازم نیست به هر حال از کسانی که احساس خطر می کنند با توجه به این بلایی که به هر حال فراگیر شده، وبایی که جهانگیر شده و همه جا را فرا گرفته، 110 کشور مبتلا هستند و بسیاری از مردم مبتلا هستند. لذا این علما به خاطر اینکه برداشتشون از قرآن و سنت اینه، برداشتشون از موضوع توکلی که من این آیات را تشریح کردم اینه که به هر حال به نفع مسلمانان هست، به خیر مسلمانان هست و انشاءالله رضای پروردگار این هست که این مسلمانان از تجمعات بپرهیزند. لذا برای اینها رخصت است، از اینها اون فرضیت ساقط است، اینها لازم نیست حاضر بشوند و این به هر حال ترس از حکومت نیست، این ترس از الله عزوجل هست. به خاطر اینکه به هر حال امروز مسئله واقعا فراگیر هست. ما داریم در بسیاری از مسائل که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در رابطه با موضوعات سردی شدید، برف و لغزندگی میفرماید در وسط اذان دستور دادم به مؤذن که شما به جای حی علی الصلاة اعلام بفرمایید که الا صلوا فی رحالکم، مردم در نماز در خانه هایتون، در همون مکانهایتون نماز بخوانید، به جماعت حاضر نشوید، به جمعه حاضر نشوید. لذا وقتی که این آسانی در صدر اسلام هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای صحابه بیان فرمودند، امروز که میدونید اطلاع دارید که قبرستان ها جا ندارد و جنازه ها روی هم انباشته هست، امروز که بیمارستان ها جا ندارد و امروز که واقعا خطر جدی هست، امروز بعضی ها بیایند و تمسخر بکنند و بگویند اینها از چه میترسند، واقعا جای تأسف هست. عزیزان، واقعا خطر جدی هست. تشخیص علما که علما هم از کارشناسان و از پزشکان و پزشکانی که ما اون پزشکان را متعهد و متدین میدونیم، از اون پزشکان وقتی که میپرسند و اونها تشخیصشون اینه که به هر حال اگر خدای ناکرده کسانی مبتلا باشند میتوانند در حد بسیار وسیع مریضیشون واگیر باشد. لذا بنابراین علما این مسئله را فتوا دادند. لذا امید هست که دوستان رعایت بکنند و اگر کسی به جماعتی حاضر میشه هم خوب هست، به هر حال اسباب را اختیار بکند، توکل بر الله عزوجل بکند، اما طعنه نزند. چون که ما در دین بسیاری یسر داریم، حتی در بسیاری از مسائل هست که کسی اگر میخواهد به نماز جمعه حاضر بشه، احساس میکند که دشمنی او را تهدید میکند، میتواند حاضر نشه، یا احساس میکنه اگر من به جمعه بروم، به نماز جمعه بروم، امکان داره که دزدی مالم را ببرد. لذا فقها نوشتن این انسان برایش اجازه هست، میتونه نیاید، یا اگر میترسد که فرزندانش ضایع
ضایع بشن، فرزندانش تلف بشن، از گرسنگی، از مشکل دیگه، این انسان میتواند که به جمعه حاضر نشود. لذا وقتی که این موارد در شریعت اسلام وجود دارد، این یسر و آسانی وجود دارد، مسئله که امروز اینقدر تهدید می کند جان انسانها را و جنازه ها را ما می بینیم در فضاهای مجازی و آمار را ما دقیق داریم. لذا با توجه به این می طلبد که همه ما این مسئله را رعایت بکنیم